بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت در مورد گناه بزرگ، گناه خطرناکی صحبت میکنیم. گناهی که شاید یک بار نی بارها هر کدام ما شما شاید به این گناه آلوده شده باشیم. گناهی که در موردش صحبت میکنیم عبارت است از ظلم. ظلم بر دیگران، ظلم بر خود، یکی از گناهان بزرگ است. اشکال و انواع دارد ظلم. گاه مال کسی را میگیری، گاه جان کسی را میگیری، گاه بر عزت کسی میتازی، گاهی هم کسی را غیبت میکنی. ظلم تقریبا تمام گناهان را در بر میگیرد. هر گناهی را ما ببینیم حتما در او ظلمی است، یا بر دیگران یا بر خودمان. مثلا دروغ گفتن یک ظلم است. ما دروغ میگوییم، درست است؟ این یک ظلم است. در حق کسی که دروغ گفتیم بر او هم ظلم کردیم و مرتکب گناه دروغ شده بر خودمان هم ظلم کردیم. پس ظلم گناه خطرناکی است. گناهی است که هر کس شاید در زندگی یک بار نه چند بار به این گناه آلوده شده باشد. الله متعال تقصیرات همه‌مان را عفو بکند و در آینده ما را از ظلم محفوظ و مصون نگه دارد. البته در این میان بعضی ظالمانی هم هستند که بعضی ستمگارانی هستند که ظلم آنها موج میزند. با ظلم آنها کشورها از بین می رود، ملتها در بدر می شوند، جویهای خون جاری می شود، صدها و هزاران خانم به عزت و به آبرو می شوند، صدها هزار طفل کشته می شوند و صدها هزار دیگر یتیم می شوند. به هزاران خانم تجاوز صورت می گیرد و صدها هزار خانم دیگر بی شوهر، بی پدر و بی برادر می شوند. مال صدها هزار مسلمان از بین می رود. خانه هایشان به مخروبه مبدل می شود. توسط کی؟ توسط همین ظالمان و ستمگاران. اینها هم دارند بزرگترین انواع و اقسام و اشکال ظلم را عملی می کنند و تجربه می کنند. ظالمین هست ما شما می بینیم بزرگترین سلاح‌هایشان را بالای کشورهای بیچاره، بالای ملت‌های ضعیف، بالای ملت‌های ستم دیده تجربه می کنند. مادر بم‌ها را می پرتوند، تجربه می کنند. سلاح‌های عجیب و غریب را بر ملت‌های ضعیف و بیچاره استعمال می کنند تا تجربه کنند که این سلاح ساختن چقدر تخریب می کند. الله متعال در مورد چنین ظالمین می فرماید. آیت را قبلا هم خوانده بودیم، در یک قسمت دیگر باز هم می خوانیم. الله متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو ای مخاطب هرگز گمان مبر
که الله از آنچه که این ظالمین و ستمکاران و ستمگران انجام میدهند غافل باشد. چنین فکری مکن، هیچگاه فکری نکن که ظلم و جنایت و بربریتی را که بشار و خامنه‌ای و پوتین و همکارانشان در سوریه انجام میدهند الله بیخبر است. نه خیر، الله بیخبر نیست. اما الله مهلت میدهد تا یک زمانی، وقتی که میگیرد ان اخذه علیم شدید، باز گرفت الله خیلی سخت و دردناک می باشد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، گمان مبر که الله از ظلم این ظالمین غافل و بیخبر باشد. نه خیر، چنین نیست. الله باخبر است، میبیند همه اینها را. خب چرا عذاب به سراغ اینها نمی آید عاجل؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، الله اینها را مهلت میدهد تا یک روزی، تا روز قیامت. در آنجا چشمها خیره می شود. مهطعین مقنعی رؤوسهم، وقتی که قیامت برپا می شود اینها چطور بلند می شوند از قبرهایشان؟ مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم، دوان دوان به سوی میدان محشر می روند. سرهایشان بلند است، چشمهایشان خیره شده. ولا یرتد الیهم طرفهم، نظرهایشان به سویشان بر نمی گردد. و افئدتهم هوا، دلهایشان خالی است. در آن روز الله متعال پاداش ستمگاران را می دهد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الله می گوید در جای دیگر و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این ظالمین و ستمگاران و ستمکران و ستمکنان عن قریب و به زودی می دانند که به کجا برمیگردند، برگشتگاه اینها کجاست و چطور است. الله متعال در جای دیگر می فرماید که و كذلك اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. گرفت پروردگار تو، اخذ و گرفت پروردگار تو وقتی که قریه را بگیرد به خاطری که او ظلم کرده است و قریه و اهل او قریه مرتکب ظلم شدن، الله وقتی که میگیرد ان اخذه علیم شدید، یقینا گرفتی الله متعال خیلی دردناک و خیلی سخت است. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من کان عنده مظلمة لأخیه من عرض او شیء فلیتحلله اليوم من قبل الا یکون دینار ولا درهم. کسی که ظلم کرده در حق برادرش یا باعث بی‌آبرویی او شده، او را به عزت و به آبرو کرده، یا اینکه مال او را گرفته یا او را لط کرده، خلاصه به هر نوع از انواعی که در حق یک برادرش اگر کسی از شما ظلم کرده است فلیتحلله اليوم، همین روز برود و از او خود را حلال بکند و خلاص بکند. اگر مالی از او گرفته پس برش برگرداند. اگر او را زده است برود پیشش بگوید که من تو را در آنجا زده بودم، در حق تو ظلم کردم، خدمتت حاضرم، از من قصاص بگیر، بزن مرا، اگر نمیزنی مرا ببخش. اگر عزت و آبروی کسی را ریزانده همینطور از او معذرت بخواهد، خود را حلال بکند در همین دنیا و همین روز. من قبل الا یکون دینار ولا درهم، قبل از روزی که در آنجا نه دیناری هست و نه درهمی. امروز اگر با دینار، با درهم، با معذرت خواهی، با قصاص دهی، با هر نوعی که میتونیم باید خود را از ظلم خلاص بکنیم و حلال بکنیم اگر در حق کسی ظلم کردیم. چرا؟ چون در اون روز در قیامت باز دینار و درهم نداریم که
بدهیم و خود را خلاص بکنیم. خب چی میشود؟ اگر اینجا خلاص نکردیم در آنجا دینار و درهم هم نیست، پس چی میشود؟ ان کان له عمل صالح اخذ منه. این انسان که ظلم کرده در روز قیامت دینار و درهمی نیست، اما اگر او نیکی هایی داشت از نیکی های او گرفته می شود به قدر مظلمته، به اندازه‌ای که ظلم کرده. فإن لم یکن له حسنات، خب اگر انسان ظالمی که نیکی هم نکرده دیگه، نیکی هم نداره، همیشه آدم کشته، همیشه ظلم کرده، تجاوز کرده، نه نماز درست، نه روزه درست، نه حج کرده، نه زکات داده، نیکی هایی نداره، اینجا چی می شود؟ فإن لم یکن له حسنات، اگر حسنه و نیکی نداره، اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه، باز در اینجا از گناهان او شخصی که مظلوم بود، در حق او ظلم شده بود، از گناهان او گرفته می شود و برگردن ظالم انداخته می شود و حمل می شود. باید گناهان او را هم ظالم بردارد و عذابش را بچشد. گناه را او کرده، مظلوم بوده، امروز گناهان او میآید به سر ظالم تا همراه گناهان خود گناههای او را هم عذابش را بچشد. حدیث قدسی معروفی است، الله متعال میفرماید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از پروردگارش به ما حکایت میکند و نقل میکند که الله میگوید یا عبادی یا عبادی. این ندا خیلی زیباست، این ندا از الله متعال که همه ما و شما را با این لقب و با این ندا فریاد میکند و صدا میزند یا عبادی، ای بندگان من، ای بندگان من. خب چی میگوید الله متعال وقتی که بندگانش را با این مهربانی و لطف صدا میزند؟ چه پیامی دارد؟ چی میگوید الله ما؟ چی میگوید رب ما؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، ای بندگان من آگاه باشید، من ظلم را بر خود حرام گردانیدم، در حق هیچ کسی ظلم نمی کنم. الله بر هیچ کسی ظلم نمی کند، ظلم را بر خود حرام گردانیدم، بر هیچ کسی ظلم نمی کنم. و جعلته بینکم محرما، ظلم را در میان شما نیز حرام گردانیدم، فلا تظالموا، به یکدیگرتان ظلم نکنید. این ندای الهی و پیام الهی است برای ما بندگانش، چون ظلم عواقب خطرناکی دارد. از جمله عواقب چیست؟ روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان یارانشان فرمودند اتدرون ما المفلس؟ ای ابوبکر، ای عمر، ای عثمان، ای علی، ای طلحه، ای زبیر، صحابه را فریاد میزند اتدرون من المفلس؟ ای اصحاب من، ای شاگردان من، ای یاران من، آیا شما میدانید که مفلس کیست؟ گفتن قالوا یا رسول الله المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مفلس در میان ما کسی است که نه درهمی دارد و نه متاعی دارد، نه دیناری دارد، نه درهمی دارد، نه مال دارد، چیزی ندارد، او مفلس است. اگر امروز از ما هم پرسان شود، امروز هم اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از ما پرسان کنند که یا امتی اتدرون من المفلس؟ ای امتیان من، آیا میدانید که مفلس کیست؟ پاسخ ما همین خواهد بود المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار، یا من لا دلار له ولا ریال. مفلس در میان ما کسی است نه ریال دارد، نه تومانی دارد، نه دلار دارد، نه ریال دارد، ورشکسته هیچ چیز ندارد.
این را ما مفلس میگوییم امروز هم. صحابه هم گفتن که ای رسول الله، مفلس در میان ما کسی است نه درهمه دارد و نه متاعی دارد، یک انسان ورشکسته در میان ما. فقال، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ان المفلس من امتی، مفلسی واقعی در امت من کی است؟ بشنوید و با دقت، مبادا که من و شما از این مفلسان باشیم. ان المفلس من امتی، مفلسان امت من کسانی هستند. کی است؟ من یأتی یوم القیامت بصلاة و زکات و صیام و حج. مفلس امت من کسانی هستند که در روز قیامت میآیند با چی؟ بصلات، نماز خواندن، نمازها خواندن، 5 وقت نماز را در وقتش با جماعت ادا کرده، و زکات، زکات مال خود را همیشه داده، و صیام، ماه مبارک رمضان را همیشه روزه گرفته، روزه های نفلی هم داشته، و حج، حج هم کرده، به حج بیت الله هم رفته. ای رسول الله، این چطور مفلسی از امت توست؟ این که صاحب الخیرات است، کسی نمازها را خوانده، حج کرده، زکات داده، روزه های ماه مبارک رمضان را گرفته، این که مفلس نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند اینها را که کرده اما همراهش کار دیگری هم کرده. فیأتی و قد شتم هذا، خیلی سخت است، متوجه باشید. نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات میدهیم، حج میکنیم، عمره میکنیم، صدقات و خیرات میدهیم، 1001 کار خیر را انجام میدهیم، باز هم رسول الله ما را مفلس میخواند. چرا؟ فیأتی و قد شتم هذا، در روز قیامت با این همه نیکی ها میآید اما کار دیگری کرده. چی؟ و قد شتم هذا، کسی را دشنام داده، برادرش را دشنام داده، شوهر خانمش را دشنام داده، مادر دخترش را دشنام داده، همسایه همسایه‌اش را دشنام داده، دوستش را دشنام داده، همکلاسیش را دشنام داده، یک کسی دیگری را دشنام داده. و قد شتم هذا، کسی که با تمام اون نیکی های نماز و روزه و زکات و حج آمده بود، همراهش تعدادی را دشنام داده، این را هم دشنام داده، اون را هم دشنام داده. خب دیگه چه کار کرده علاوه از دشنام؟ و اخذ مال هذا، مال این را هم گرفته، از او را هم گرفته، 1 روپیه ازی گرفته، 1 ریال از او گرفته. پیش سبزی فروش رفته، از او چیزی خورده، دکان رفته، از او جا چیزی خورده، نزد خیاط رفته، از اونجا هم کمی زده. و اخذ مال هذا، مال این گرفته، مال آن را گرفته. خب دیگه چی کار کرده؟ و نبش عن عرض هذا، آبروی این را ریزانده، آبروی آن را ریزانده، این را آبرو ریزی کرده، آن را آبرو ریزی کرده. و ضرب هذا، این را لط کرده، آن را زده، به این ظلم کرده. و سفک دم هذا، گناه بزرگتر، بالاتر، خون این را ریزانده، خون آن را ریزانده، یکی را زخمی کرده، یکی را کشته. خب این انسان چی می شود؟ نماز داشت، روزه داشت، زکات داشت، حج داشت، صدقات و خیرات، حسنات داره، کوههایی از حسنات داره، اما یکی را دشنام داده، مال یکی را گرفته، یکی را لط کرده و یکی را کشته، یکی را بی آبرو کرده. حالا چه کار می شود؟ خب حساب و کتاب که هست، باید حساب بدهد. کسی را دشنام داده باید حق او را بدهد، کسی را که لط کرده زد است حق او را ادا بکند، مال کسی را خورده باید مال او را برگرداند، عزت و آبروی کسی را ریزانده باید او را برگرداند، اگر کسی را کشته است باید او را برگرداند. اونجا که نه دیناری است و نه درهمی است و نه قصاص این گونه هست، حالا چیکار می شود؟ فیؤخذ لهذا من حسناته، از نیکی های ازی، از نماز
گرفته می شود، به کسی که دشنام داده بود به او داده می شود. و هذا من حسناته، به کسی که مال کسی را که گرفته بود به او هم از روزه هایش داده می شود. نماز اونجا خلاص شد، روزه هم اینجا می رود. و هذا من حسناته، همین تو تقسیم می شود. حج از هم به کسی که او را بیابرو کرده و روزی او هم به کسی که او را کشته است. و این گونه صدقات ای، کوهی از صدقات که ای داشت تقسیم می شود بالای کسانی که در حقشان به شکل از اشکال، به نوع از انواع ظلم کرده بود. نماز هم رفت، زکات هم رفت، روزه و حج هم رفت، اما باز هم بالای از این باقی مانده ظلمی که کرده. با زبانش به کسی ظلم کرده، با دستش به کسی ظلم کرده، ظلمی از این هنوز باقی است، ختم نشده. نیکی ها رفت و نماز و زکات و روزه و حج تمام شد. فان فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه، اگر نیکی های از این تمام شد قبل از این که حق دیگران از حسنات ای داده شود، حسنات و نیکی ها خلاص شد. خب باز چه کار می شود؟ حق بالای از این مانده، نیکی نداره که از او بپردازه و ادا بکنه. اینجا اخذ من خطایاهم فطرح علیه، اینجا از گناه آنها گرفته می شود. کسی را دشنام داده بود، می بینن که او چی گناهی کرده، غیبت کرده، دزدی کرده، گناه های او هست بالایش. از گناه های از او گرفته می شود، بالای این انسان انداخته می شود، چون این در حق او ظلم کرده بود. کسی را کشته بود، گناهگار است، از گناه های او گرفته می شود، روی از انداخته می شود. کسی را که مالش را خورده بود، از گناه های او گرفته می شود، روی این انسان. این انسانی که در آغاز آمده بود کوههای از ثواب و حسنات و نیکی ها داشت، حالا کوههای از گناه ها روی از جمع شده. سپس چه می شود؟ ثم طرح فی النار، سپس این انسان به جهنم انداخته می شود. العیاذ بالله. مغرور نباشیم، فریب این عبادت های خود را نخوریم. همان کنی که توجه داریم که نیکی بکنیم، بیشتر از او تلاش بکنیم که گناه نکنیم، گناهی که خصوصا حقوق العباد باشد، حق کسی دیگر را به گردن خود نگذاریم. این خیلی مهم است و خیلی خطرناک است. کسانی که در میدان عبادات سبقت دارن و تلاش میکنن باید متوجه باشن که مبادا در روز قیامت تمام این نیکی هایش رفته به جیب کسی دیگری و در جیب از گناه های اونها پر شده. اینطور نشود. باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میفرمایند که ان رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. کسانی که در مال الله متعال تصرف ناحق میکنند، این ظلم است. تصرف ناحق در مال کسی دیگه ظلم است. کسانی که تصرف ناحق میکنند در روز قیامت برای اینها چی است؟ فلهم النار یوم القیامه، آتش جهنم برای اینهاست. در روایت صحیح دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می شود که میفرمایند من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 اراضین یوم القیامه. کسی که در دنیا ظلم میکنه به اندازه یک وجب از زمین کسی میگیرد، از ملک کسی به اندازه یک وجب در دنیا میگیرد، ظلم با ظلم میگیرد. این انسان را چی میشود؟ در روز قیامت به اندازه همان وجب 7 طبقه زمین که پایان این زمین است، از تمام این زمین طاق ساخته می شود و در گردن او انداخته می شود. گناه ظلم خیلی خیلی بزرگ است.
البته وقت اینجا اجازه نمیده که این موضوع را اینجا تکمیل بکنیم که روایات در مورد ظلم چی میگوید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند، سلف ما در این باب چی میگویند و چی میکردند. داستانهای مؤثری از حال ظالمین و کسانی که ظلم کردن را انشاءالله در قسمت بعدی با آن میپردازیم و فعلا شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم تا قسمت بعدی. البته قسمت بعدی را فراموش نکنید که ادامه موضوع ظلم هست و خیلی مهم و خیلی مؤثر خواهد بود انشاءالله. حتما با من در قسمت بعدی باشید. تا آن دم الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.